در روز اول تابستان در شهر خوجند در ساحل دریای سیر یگانه جای آببازی و آب و تاب بدن افتتاح یافت. جای شستشوی همشه ما موافق معیار این رایگان برای همین خلق عزیز ما خصوصا شهروندان شهر خوجند مهمانان خدمت می‌کنیم. این اولین جای آببازی است با ستاد نجات دهندگان. بسیار جایهای رود سیر که چشمه‌های سرد دارد برای شناوری خطرناک دانسته می شود. نجات دهندگان ما طبق جبهه نواداری شبانه‌روزی نجات دهندگان ما تأسیس کرده در سال‌ها تمامی تکنیک تجهیزات‌ها، زورق‌ها، افغان‌های مخصوص بهره بردن کارهای روی آبی و زیر آبی در حالت آماده‌باش قرار داده شده ایستاده است. ستاد حالتهای فوق‌العاده سوخت میگوید کارمندان این نهاد سال گذشته 2017 74 نفر را از غرق شوی در رود و حوضهای منطقه نجات دادند، ولی 15 کس عمدتاً جوانانی که شناوری کردن نمیتوانستند غرق گردیده به هلاکت رسیدند. در اینجا چنانکه که میبینیم یک جای بی‌خوف انتخاب کرده شده است، خم‌ها آورده شده است، خم‌های مخصوص و چقوریش اهمیت داده شده است. اینجا رگی مهین برای آب و تاب بدن و میدانچه ها برای بازی های گوناگون دارد. روز 1 ایون کودکان زیادی در آنجا بازی میکردند و چون امسال هوا پست آمد بسیار کودکان برای بار اول شناوری میکردند. بچه‌ها بیاد همینجا خاطری میشد آدم. اینجا جای آباد نبود. حاضر با من امروز خیلی که من همه دیده ایستاد بسیار آبادی بسیار از این خصوصا. موسم شناوری در شمال تاجیکستان معمولا آخر ماه می اول ایون آغاز می‌یابد و تا تیر ماه و سرد شدن آب و هوا ادامه می‌کند. سالهای قبلی به سبب نبودن جای مخصوصی به خطر در روزهای گرما نیز در ساحل رود سیر کم کسان به نظر می‌رسیدند. ما حاضر مصلحت کردیم حالت‌های فوق‌العاده من رئیس شهر متخصص کردیم باز یک دو جای شهر هم خیلی جای آبازی موافقه میکنیم تشکیل میکنیم که امروز این جار بپول رایگان رایگان تمام شرایط‌های ما میکنیم. خدا خواهد با نیت داریم که با واحدهای صنعی هم تشکیل کنیم حوض‌های صنعی برای کودکان.